برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. سلام تماشابینان محترم، شوکت محمد با شما هستم. در برنامه تحلیلی دیدگاه امروز انتخابات پرزیدنتی دو کشور را قیاس میکنیم. یکی قدرتمندترین کشور دنیا ایالات متحده آمریکا و دیگری از قشاق‌ترین کشورهای دنیا تاجیکستان. هرچند از قشاق‌ترین کشورها بودن تاجیکستان وطن عزیز و محبوبمان برای ما ننگ است، ولی چه چاره که تا واقعیت را نشناسیم نمیتوانیم کمبودی ها را برطرف کرده پیش رویم. چشم پوشیدن از واقعیت خودفریبی است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری قدرتمندترین کشور جهان زیر بار موج انتقادها قرار گرفته است. گرفتاری دونالد ترامپ به کرونا ویروس اگر خودش را از پا در نآورد، حداقل معرکه انتخاباتش را با مشکل روبرو کرده است و شانس پیروزیش در انتخابات قریب الوقوع آمریکا را کمتر می کند. در حالی که آمریکا شدیداً با ویروس دست به گریبان است، بحثی عملکرد دونالد ترامپ در قبال کرونا ویروس باعث گفتگوهای زیاد شده است و گرفتاری خود دونالد ترامپ که از اول به ویروس بی‌اعتنا بود به بحث انتخابات در زمان پاندمی روغن ریخت. حالا حرفهای هم صدا می دهند که رئیس جمهوری آمریکا باید به جوابگری کشیده شود. او را در شیوع با سرعت کرونا ویروس در ایالات متحده آمریکا گناهکار می کنند. انتخابات در زمان پاندمی کرونا ویروس و عملکرد رئیس جمهور در قبال آن تنها خاص آمریکا نیست. یکی از قشاق‌ترین کشورهای جهان هم در زمان پاندمی و چند روز قبل از آمریکا انتخابات دارد و رئیس جمهور این کشور هم در فراگیر شدن کرونا ویروس در کشورش دست مستقیم داشت. بیشتر از دونالد ترامپ و بی‌مسئولیتانه تر از او این کشور تاجیکستان است. دونالد ترامپ هم تا همین چند روز قبل، دقیق ترش یک روز قبل از تصدیق شدن گرفتاریش به کرونا ویروس، با تمسخر به آن مناسبت میکرد. در بحث با رقیب انتخاباتیش جو بایدن به او طعنه زد که بایدن همیشه ماسک میپوشد و بزرگترین ماسک را که ترامپ دیده است جو بایدن به بر میکند. رئیس جمهوری آمریکا که روز جمعه به بیمارخانه نظامی منتقل شده بود، دیروز برای خیر مقدم گفتن طرفداران برای دستگیری او جمع آمده اش از بیمارستان خارج شد و از داخل ماشین به آنها دست افشانی کرد. این عملکرد دونالد ترامپ موج نوی انتقادهای طبیبان و سیاستمداران و وسایط اخبار عموم را برانگیخت. یکی از طبیبان معالجه کننده دونالد ترامپ گفت که ظاهراً دونالد ترامپ هنوز به جدیت ویروسی که گرفتار شده است پی نمیبرد. این طبیب همچنین با شدت از رئیس جمهور کشورش انتقاد کرد که میتواند راننده ماشین و دو نفر دیگری که در ماشینش حضور داشتند آلوده سازد. رسانه ها هم این کار دونالد ترامپ را بی‌مسئولیتی کامل رئیس جمهوری آمریکا خوانده گفتند که او همچنین میتواند محافظان خودش را سرایت نماید و جان آنها را به خطر افکنده است. ترامپ که در اول ویروس را جدی نمی گرفت، چند پس خواست که از آن سوء استفاده کند. دونالد ترامپ دعوت کرد انتخابات تا زمان نامعینه به تأخیر گذاشته شود، اما این دعوتش نه تنها قبول نشد بلکه موج بزرگ اعتراضها علیهش را برخیزاند. رئیس جمهوری آمریکا موفق نشد، اما رئیس جمهوری تاجیکستان توانست از وجود پاندمی سوء استفاده کند. با این بهانه که در سردی‌های ماه نوامبر
پهنشوی کرونا ویروس میتواند شدیدتر شود. امام علی رحمان انتخابات را به 1 ماه پیشتر گذراند. البته باور کردن به این حرفها و خواطر امام علی رحمان از گرفتاری مردم مشکل است. تعجیل و سراسیمگی در انتخابات سبب‌های دیگری دارند که بدتر به آن برخواهیم گشت. با فرق از دونالد ترامپ که هرچند رئیس جمهور است حرفش نه همیشه میتواند قبول شود، حرف امام علی رحمان همیشه به چون و چرا قانون است، حتی بالاتر از سرقانون و قانونهای دیگر. اگر مقامات دیگری امریکا از جمله مقامات تندرستی این کشور توانستند با به اعتبار نگرفتن حرفهای ترامپ به مبارزه علیه کرونا ویروس برخیزند و بگویند رئیس جمهور کاری نادرست میکند، مقامات تاجیک از جمله وزارت تندرستی تا آخرین لحظه وجود کرونا ویروس را انکار میکردند. تا زمانی که امام علی رحمان مجبور شد از پناهگاهش بیرون شود و پهنشوی ویروس در تاجیکستان را اعتراف کند. تماشابینان گرامی، البته به پناهگاه رفتن امام علی رحمان میتواند نه تنها از ترس باشد. برخی کارشناسان با در نظر داشتی آواز گرفته امام علی رحمان بعد خروجش از آن تخمین زده بودند که شاید امام علی رحمان یکی از اولین ها شده به کرونا ویروس گرفتار گشته از آن تبابت گرفته است. این را کارشناسان از احتمال دور نمی دانند. برای آنکه اگر یادتان باشد امام علی رحمان در اول پهنشوی کرونا ویروس در تاجیکستان یک مدت معین چند روز گم شده بود، به نام و نشان شده بود. همه در تاجیکستان پرزیدنت میگفتند، امام علی رحمان میگفتند. بعد پیدا شد با آوازهای گرفته، با چهره سرخ. یادتان هست؟ اگر ندیده باشید یک شبکه‌های اجتماعی پیگیری کنید. به اعتنایی امام علی رحمان به کرونا ویروس به خاطر یک جشن نوروز باعث شد ویروس همگی در چند هفته به تمام نقطه‌های کشور پخش شود. اگر در امریکا رسیدن ویروس از شمال به جنوب چند ماه طول کشید، در تاجیکستان یک باره در سراسر کشور شروع شد. در سراسر کشور. سبب اصلی این هم به گفته کارشناسان و طبیبان این بود که برای جشن نوروز از تمام گوشه و کنار کشور مردم را به خوجند جمع آورده بودند. حالا امام علی رحمان تصمیم گرفته است با هر قیمت انتخابات را هرچی زودتر برگزار کند و برای 7 سال دیگر رئیس جمهور، پیشوا و نجات دهنده باقی بماند. کارشناسان و طبیبان هشدار می‌دهند که اچسکه‌های انتخاباتی می‌توانند مرکز پهنشوی موج نوی کرونا ویروس در تمام کشور شوند. ولی این صداها از ترس به غضب پیشوا گرفتار شدن تنها در محفل‌های کوچک صدا می‌دهند. آیسته. اما یگان طبیب حالا دلی گرده نکرده است که آشکارا بگوید هوی حکومت داران، شما این ملت را نابود میکنید. نمیگویند، خاموشانه گوش به گوش. سبب شتاب امام علی رحمان در گذراندن انتخابات معلوم است. مسئولین میدانستند که در کشور موج دومی پاندمی شروع خواهد شد که از موج اول بزرگتر بوده، خرابی های زیاد در اجتماعیات و اقتصادیات خواهد آورد. الله پناه دهد. همچنین
نتیجه ضربه شدید اقتصادی که کرونا ویروس به کشور وارد کرد تازه برو برآمده ایستاده است. تازه روزده ایستاده است. یک ماه پس وضع اجتماعی و هم وضع اقتصادی به مراتب بدتر از آن خواهد بود که الله نشان ندهد. حالا داریم. تا امروز حکومت توانسته است پیامدهای ضربه کرونا ویروس به اقتصاد را پنهان دارد. اما در گمان بود که تواند این کارش را یک ماه دیگر ادامه دهد. بنابر همین تصمیم بر این شده که انتخابات با سراسیمگی برگزار گردد. تعجیلا. ولی حتی یک ماه پیش آوردن انتخابات هم برای رئیس جمهوری تاجیکستان کمک چندانی نکرد. حالا اهمیت دهید. با وجود کوشش های حکومت اولین نتیجه های تاثیر ویروس به اقتصاد رو زده است و موج اعتراض های لفظی شدت گرفتن دارد. همچنین موج دومی پاندمی ویروس کرونا سراسر کشور را فرا گرفته و هر روز صدها نفر جان می‌دهند. تنها موردهای رسانه‌ای شونده ده‌ها نفر در روز هستند. تنها موردهای رسانه‌ای شونده. شبکه‌های اجتماعی تاجیکی دوباره از خبر مرگ طبیبان و معلمان، افسر و خدمتچی، عالم و متخصص پر شده است. تنها در یک هفته اخیر خبر مرگ قریب 10 طبیب رسانه‌ای شد. قریب 10 طبیب. در همین حال مقامات تاجیکستان با تمام وسیله‌ها کوشش کرده ایستادند مردم را یک شنبه آینده به اوچستگاه‌های انتخاباتی برند. انتخابات. مقامات نه تنها توسط رسانه‌ها و معلمان و دانشجویان و کارمندان بودجوی بلکه توسط شرکت‌های موبیلی از مردم دعوت می‌کنند در انتخابات شرکت کنند. مشتریان شرکت‌های موبیلی پیامک دسترس کرده ایستادند که در انتخابات روز 11 اکتبر فعالانه شرکت نمایند. در همین حال در امریکا حالا بحث سر این است که مردم به اوچستگاه انتخابات روند یا توسط پشته الکترونی آواز دهند. و هرچند دونالد ترامپ مقابل آوازدهی توسط اینترنت است، بیشتر مقامات بر آن پافشاری دارند که باید انتخابات الکترونی باشد. در تاجیکستان این امکان وجود ندارد. تصور میکنید که یگان مسئول بر ضد گفته‌های رئیس جمهور گپ زند؟ این امکان وجود ندارد. اگر حتی وجود می داشت در گمان بود که مقامات به چنین انتخابات راضی شوند. اکنون مردم باید یک شنبه آینده پای صندوق‌های انتخاباتی روند و به بزرگترین خطر دچار شوند. با در نظر داشت شرایط اوچستگاه‌های انتخاباتی و شکل برگزاری انتخابات‌ها در تاجیکستان، حضور یک بیمار در بینای آوازدهی میتواند یک دهه را سرایت سازد. حالا کمتر دهه، شهر یا حتی محله در کشور وجود دارد که چند نفر بیماری کرونا ویروس نداشته باشد. همه من این را میدانیم. با خبر هستیم. این انتخابات که نتیجه اش از قبل معلوم است. های مردم، این انتخابات که نتیجه اش از قبل معلوم است میتواند موج سوم و بسیار شدید و کشنده ویروس را در سراسر کشور و اکثر خانواده ها وارد نماید. تنها به خاطر این که امام علی رحمان به جهانیان نشان دهد او توسط انتخابات قدرتش را 7 سال دیگر طولانی تر کرد، مردم باید به انتخابات روند. همین هم کار شد. اوی مردم، تینجکک یک بریده نانی به علم یافته اتان را در کنج کلبه اتان سر دسترخوان با اهل و عیال با هم دیده شنید.
همه امان میدانیم که در انتخابات چی کسی انتخاب می شود و یا با زوردستی باز در سر قدرت می ماند. مگر همین طور نیست؟ همین طور است. از این می براید احمق کسی است که خودش را خودش تحقیر کرده به انتخابات می رود. حیف وقت و پیش از همه جان خود را به خطر گذاشتن است این. های مردم، ای هموطنان، انتخاباتش از سرش ماند. اگر رفت و خدا نکرده به ویروس گرفتار شدید، اقلا رئیس جماعت یا کمیته محله از حالتان نمیپرسد. من در پیشگاه شما هم ملتان عزیز مسئولیتم را اجرا کردم و گفتم. پیش از عید نوروز هم گفته بودیم در استرافشن و خوجند و اسفره ناحیه باباجان غفوروف چقدر مردم از این ویروس بعد عید نوروز تلف شد. کسی پروا کرد؟ اقلا همین رئیس جمهور بار اظهار تسلیت به قربانیان عید نوروز و قربانیان کرونا ویروس گرفتار شده فافتیدگان کرد؟ یک تسلیت بیان کرد؟ نه. حال آنکه اگر دو شهروند یک کشور اون طرف اقیانوس فافتد، این پیشوا اظهار تسلیت میکند، اما به همشهروندان خودش نه، به هموطنان خودش نه. صدها نفر و هزارهای دیگر با این کرونا ویروس دست به گریبان هستند. هر روز برای طبابت قرض میگیرند، مال کال دارایی خود را فروخته طبابت میگیرند. مرده روید هم کسی توکی نمیگوید. مرده روید هم کسی توکی هستی نمیگوید. خودتان را احتیاط کنید. این حکومت ما حکومت نه، توده بندیتان است. توده بندیتان. برای بندیت چی فرق دارد میموری یا میزهی؟ تکه باشد و شیر دهد. اینجا نهایت برنامه امروزه دیدگاه است. برای پیگیری بیشتر از برنامه های ما لطفاً به شبکه یوتیوبی پیام تیوی و کانال تلگرامی ما آبونه شوید. با امید دیدار در روز دیگر. خدا حافظ. السلام علیکم و رحمت الله. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام. علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام. مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام .net